سلام، من شیما. اینجا 25 کیلومتری اصفهانه، شهر نجف آباد، سومین شهر پر جمعیت اصفهانه. تو دوره صفویه به دست شیخ بهایی ساخته شده. به باغستان انار، شکوفه‌های بادوم، قالیای دستباف و تولید عسل هم معروفن. تولید کننده چاقوهای دست شاخن. 4 طرف این شهر رو باغ تشکیل داده، برای همین معروفه به 4 باغ. اینجا باغ ملی نجف آباده. تو دوران پهلوی اول ساخته شده و تو گذشته محل استراحت کاروان‌ها بوده. اگردک و کماج 2 تا از شیرینی‌های معروف نجف آباده که این الان اگردکه. معماری نجف آباد تو زمانهای گذشته نظر جهانگردا رو به خودش جلب کرده. میگن خیلی اصولی و با نسب ساخته شده، جوری که تو زمانهای قدیم به هیچ بنبستی نمیرسید. دی ماه 1330 اسطوره صدا استاد معین نجف آبادی تو نجف آباد به دنیا اومد. نجف آباد به شهر کبوتران معروفه. هر مسافری که قصد سفر به نجف آباد داشته با پرواز کبوتر و دور سر شهر میفهمیده که به نجف آباد نزدیک شده. نجف آباد حدود 2500 شهید توی 8 سال دفاع مقدس رو داشته. دانشگاه آزاد نجف آباد یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های عالی کشوره. سالم‌ترین گوشت شتره، برای همینه که نجف آبادی‌ها عاشق گوشت شترن. کبابی که ثبت ملی شده کباب گوشت شتره با سیخ انجیر. شما دیگه چی میدونین در مورد نجف آباد؟ این زیر واسم کامنت بذار.